یارگیری نفر به نفر در داخل محوطه جریمه، ارسال روی دروازه و توی دروازه، گل برای تراکتورسازی و حالا این تیم 1-0 پیش میفته و چه کسی هم گل زد. اشکان دژاگه ارسال کرد توپ رو و آنتونی استوکس با ضربه سری که زد سلام میکنه به صدر جدول لیگ گلزنان. جو فوق‌العاده ورزشگاه یادگار ما، هوادارانی که سر از پا نمیشناسند. تراکتور 1 پدیده 0. مالک باشگاه تراکتورسازی و لبخندی از روی غرور در ورزشگاه یادگار ما و در بین فوتبال دوستان آذربایجانی. ببینیم گل رو. اشکان دژاگه باز هم تاثیر خودش رو گذاشت و چه سری رو زد. آنتونی استوکس